در سال 2022 داشتن یک وبسایت خیلی راحت‌تر از اون چیزی که ما تصور میکنیم. یعنی شما میتونین در 5 دقیقه هم یک وبسایت داشته باشیم و از او استفاده کنیم بدون اینکه هیچ کدنویسی و برنامه‌نویسی را یاد داشته باشیم. در ضمن کسایی که میخواین کدنویسی و برنامه‌نویسی را یاد بگیرن، ما از طریق چینل خود میخوایم برای شما یاد بدم و میتونیم ویدیوهای ما را تعقیب کنین و ببینین و یاد بگیرین. میرین ویدیو رو تا آخر میبینین و قبل از چینل سابسکرایب کنین و زنگوله فعال کنین. وبسایتی که ما قرار است امروز بسازیم دقیقاً همین رقم یک وبسایت است که اینجا لوگوی شما میآید، چندین صفحه داره، اینجا لینک سوشیال میدیا گذاشته است و در قسمت پایینی هم میبینیم که چی است، فوتر داریم و مشخصات و همه چیز اینجا نوشته هست. در ابتدا ما وارد website.com میشیم و وقتی وارد وبسایت شدیم شما میبینیم یک دکمه اینجا وجود داره به نام Create My Free Website. روی Create My Free Website کلیک میکنیم و اینجا میایین و انتخاب میکنین، شما روی فری کلیک میکنیم و فری را میزنیم، میایه به یک صفحه بعدی برای ثبت نام. در قسمت رجستر شما هم میتونیم ایمیل رو تخلص بدیم و یا هم میتونیم مستقیم از گوگل خود او را وصل کنیم. ما از گوگل او را وصل کردم، شما روی ساین اپ وید گوگل کلیک کنیم و بدون اینکه هیچ رمز و پسورد بدیم مستقیم با گوگل شما وارد میشه. خب من قبلا ثبت نام کردم و وقتی شما ثبت نام کرده باشین دیگه روی چی میایم؟ روی لاگین میایم. وقتی از website.com روی لاگین بیایم، صفحه لاگین اینجاست و از اینجا روی لاگین وید گوگل انتخاب میکنین و شما ایمیلی که داریم ایمیل خود انتخاب میکنین. وقتی ایمیل انتخاب کردین اینجا برای شما خودش یک وبسایت میسازه و میایم روی ادیت وبسایت میزنه. ادیت سایتی که بزنین شما را میاره در یک صفحه که اونجا میتونین تمام آنچه که در وبسایت شما وجود داره او را ادیت کنیم، از قبیل لوگو، اسم، صفحه های مختلف، لینک سوشیال میدیا و صفحه اولی چه رقم باشه و چی چیزای نوشته باشه اینجا، همه گیره میاره و شما میتونیم هر کدامش به طریقه دلخواه به اسمای دلخواهی که میخواین بگذاریم. در قسمت بالا شما اینجا میتونیم بیایم لوگو بگذاریم و اگر میخواین لوگو بگذاریم روی Change Image کلیک میکنیم و میریم لوگویی که داریم اپلود میکنیم و اینجا میارین لوگوی شما میایه و در این قسمت قرار میگیره و او را میتونیم بزرگ یا کوچک کنیم به هر اندازه‌ای که شما میخواین. بعد در این قسمت که میبینین قسمت مینوی است یا صفحه ها شما نه که شما فعلا 1 2 3 و 4 تا صفحه داریم. فعلا شما میتونیم این مینو را چه کنیم؟ چنج مینو لینک بزنیم و از اینجا نام را عوض کنیم به هر نامی که میخواین، فارسی باشه یا به دیگه زبانی که میخواین و همچنان میتونین که زیادتر و یا کمتر کنیم. اگه خواسته باشین پاک کنیم میتونین پاک کنیم و اگه خواسته باشین زیاد کنیم میایم add link to site menu ایرا میزنیم. بعد در قسمت بعدی که اینجا هست سوشیال میدیا شما میتونین سوشیال میدیا خود لینک کنیم، لینک فیسبوک رو بدین، لینک توییتر، اینستاگرام و اگه یوتیوب داشته باشیم یوتیوب او را بگذارین که هر کس از اینجا کلیک کنه مستقیم وارد صفحات مجازی که شما دارین. بعد اینجا عنوانی که شما میخواین، عکسی که شما میخواین و هر چیزی که شما میخواین اینجا نمایش داده باشه در صفحه اول شما میتونیم روی بیاین و ایره ادیت کنیم. اوکی؟ یا اگه بخوایم مثلا نوشته رو تبدیل کنیم اینجا میتونیم نوشته رو تبدیل کنیم و نوشته که شما میخواین اینجا میه. بعد در قسمت بعدی اینجا مثلا یک بخش، این بخش دیگه است، اینجا هم شما میتونین نوشته هایی که میخواییم بگذارین و اگه بخواین اینجا مثلا ویدیو بگذاریم یا عکس بگذاریم یا چیزهای نمایشی بگذاریم از روی قسمت add elements میاییم و اینجا میبینین شما چی است؟ تکست است، ایمیج است، ایمیج یعنی عکس، تکست یعنی نوشته، کارت میتونیم بگذاریم این رقم کارت باشه که کارت یعنی کارت های نمایشی، گالری میتونیم بگذاریم گالری عکس باشه، عکس ها رو نمایش بده، دکمه ها از این رقم دکمه ها میتونیم بگذاریم به روی صفحه و یا میتونیم عکس، ویدیو یا آهنگ چیزی که داشته باشین شما در چینل یوتیوب یا در اسپاتیفای اینا داشته باشین میتونیم اونا رو اینجا بیارین و بگذاریم. بعد باکس ها رو میتونیم همچنین باکس های رو بگذاریم
استریپ هست، آیکن، از یه آیکن ها میتونین شما استفاده کنین و بیارین. کانتکت این قسمت فرمایی که میتونین بگذارین، یعنی کسی بخواد با شما به تماس بشه، همچنین فرم میتونین شما اینجا بگذارین و هر کس خواسته باشه میتونه این فرم خونه پوری کنه و برای شما پیام خود ارسال کنه. هر پیامی که شما میخواین او رو میتونیم اینجا ادیت فرم بزنین و از مردم، از کسایی که از وبسایت شما دیدن میکنن، از اونا بخواین که چی مشخصات برای شما بگذارن. اوکی. بعد در قسمت بعدی میایم روی چی؟ روی فوتر، قسمت پایینی صفحه است. اینا را میتونین شما همگی ادیت کنین به هر طریقی که شما میخواین و صفحات مختلف میتونین داشته باشین. و در آخر که وبسایت شما درست شد، وبسایت خودت چه میزنین؟ روی پابلش کلیک میکنین و اینجا صفحه هایی هم که داریم به شما نشان میده، میگه همگی صفحه رو میخواین یا شما نمیخواین بعضی صفحه به پابلش بشه یا به نمایش گذاشته بشه. شما که حالا میخوایم همگی به نمایش گذاشته بشه، روی پابلش کلیک میکنیم، پابلش پیجز میزنیم و حالا میگه لینک که قرار است باز شوه، همین لینک که ما برای شما دادیم میخوایم باز کنیم یا ای که شما میخواین یک لینک از خود یعنی یک دومین شخصی اگه داشته باشیم او را بگذاریم. شما اینجا اگه خواسته باشین دومین شخصی بگذاریم، باز او یک بحث دیگه است که شما باید برین دومین خریداری کنیم. مثلا هر اسمی که میبینیم مثل facebook.com، youtube.com، شارمجازی.com یا هر اسم وبسایت هایی که میبینیم، اینا همگی خریداری میشه و هر سال باید شما مثلا یک پول پرداخت کنیم. اینجا نوشته چون ما میخوایم فری باشه، پس use our free domain name کلیک میکنیم. حالا رایگان استفاده کنیم. در آینده شاید شما مثلا خواسته باشین پول بدین، باز او را دومینش خریداری میکنیم. حالا فری را کلیک میکنیم و روی کانتینیو میزنیم و وبسایت ما congratulations چی شد؟ آماده شد. میایم روی ویو سایت میزنیم و حالا میبینیم که وبسایت ما آماده هست. هر کس که وبسایت باز کنه، شما میتونیم این وبسایت برای اونا از طریق این لینک روان کنیم و اونا وبسایت شما رو باز کنن و ببینن. و این ویدیو برای کسانی بود که میخواین امروز وبسایت داشته باشن. در ضمن کدنویسی و برنامه‌نویسی و کامپیوتر ساینس هم جای خود داره و اونا هم شرایط کاری دیگه داره و هر کسی که بخواد کار کنه از طریق اینترنت و بخواد یک چیز واقعی را به دست بیاره و استعداد واقعی خود نشان بده، باید کدنویسی و برنامه‌نویسی را یاد بگیره که ما قرار است از طریق این چینل یاد بگیریم. این ویدیو برای کسانی بود که میخوان امروز وبسایت داشته باشن. تا ویدیوی بعد.